آقا سلام، امروز اومدیم با فیگنه زیلات 5042 تا سی پی شارژ کردم من حاجی. بتل پس این سیزنم که زدم و بریم سراغ اصل کار یعنی گردونه. خب من اینجا زدم ویدیو ضبط شده است و کیو بریم دوره دو داد حاجی. من اینجا برگام ریخ، خیلی خوشحال شدم. ملتینگ پوینت رو بهم دو داد. حالا بخوام یه چیزی بگم، زیلات به درد اون افرادی میخوره که رجستر خوبی میخوام. اگه میخواید تست خوبی بهتون بده اسنایپر لجند یا همون دی ال لجند، هالیدی رو بزنید و اگه درصد با این دو تا حال نکرد بدید سراغ وید و در نهایت ادوانس. ولی خب در کل زیلات به نظر من دومی یا اولی از دو برترین اسنایپر لجند بازیه و این نمیتونیم بگیم هالیدی بهتر یا زیلات. به نظر من توی سطح هم دوتاشون، فقط هالیدی یه کمی قدیمی تره از زیلات. مثلا زیلات نمیدونم حدودا کی اومد و لذت ببرید. تینش هم به درد کمپرا میخوره. اگه کمپری تین اسکین رو بردارید، آخه چرا باید کمپر باشید؟ و دیل زیلات یا حالا به قول خودم دیل زیارت، که حالا هرچی دلتون میخواد بگید، این دیل زیلات واقعا خفنه. آقا بریم برای اتچمنت زیلات. این اتچ سرعتیه که واقعا اتچ خوبیه. اون یکی اتچ هم توی ویدیوی بعدی بهتون نشون میدم. حالا بریم برای عملکردش داخل مولتی. آقا زیلات توی مولتی واقعا اسکوپ خوبی داره، کیل افکتش بدک نیست. مثلا میمیره قرمز میشه، یه اسکلت هم دقت کنید ازش میریزه و کلا خوبه. کیل افکت خوبی داره، اسکوپش خوبه و آره دیگه واقعا گان خوبیه توی مولتی پلیر و به عنوان تنها اسنایپر لجند مولتی پلیر واقعا اسنایپر فوق‌العاده‌ای هست. حالا میرسیم برای اتچمنت QQ9 که QQ9 این اتچمنتش خیلی خوبه و خودم ساختم. حالا میرسیم به عملکردش داخل مولتی که واقعا هیپ فایر خیلی خوبی داره و هیپ فایرش خیلی خوبه، یعنی یکی از بهترین اسنجایی که هیپ فایر میزنه. شاید به پای متا مثل VMP و USS9 نرسه ولی خوبه. اسکوپش هم عین تمگانه زوب شده اسکوپش و واقعا گان خوبیه. البته توی رنج یکم اسکوپش اذیت میکنه ولی در کل خیلی خوبه. خب میرسیم به اتچمنت دی ال زیلات و QQ9 توی بتل. این اتچمنت دی ال زیلاته که واقعا خوبه، متوسطه، نه خیلی خوبه نه خیلی بده، ولی بهتون پیشنهادش میکنم. بعدی هم برای QQ9 که واقعا خوبه و چرا کم و روشه. ولی در کل این اتچمنت QQ9 واقعا خوبه. حالا یه دور دیگه هم ببینید، خیلی اتچ خوبیه. اینم خودمون با رفیقام درست کردیم و خیلی خفنه. حالا میرسیم به عملکردشون توی بتل که QQ9 به عنوان یه SMG بتل واقعا هیپ فایر شاهکاری داره، یعنی هیپ فایرش خیلی خفنه. یعنی اگه همچین هیپ فایری رو داشته باشه واقعا یکی از بهترین هیپ فایرهای کل بتل رو داره بین SMG ها. خیلی خفنه. از بین SMG حتما این فرصت بدید، خیلی SMG خفنیه توی بتل و فقط توی فایت رنج خیلی اذیتتون میکنه. اینو بگم، توی فایت رنج فقط اذیت میشید براش، وگرنه توی فایت نزدیک و متوسط و اینا واقعا خوبه. حالا میرسیم به دی ال زیلات که حالا یه اتچ بهتر تلاش میکنم توی ویدیوهای بعدی براش درست کنم و براتون یه اتچ بهتر 100% براتون توی شورت ویدیو میذارم، ولی هد وانشاته. حالا اینجا هد نخور، سعی میکنم یه اتچ بهتر براتون بسازم برای دی ال توی ویدیوهای بعدی. حالا میرسیم به مهمترین بخش ویدیو، این که این گرنه ارزش خرید داره یا نه. اگه شما یه مولتی پلیرید 100%، چون که هم یه QQ9 گیرتون میاد هم یه زیلات. QQ9 واقعا SMG خوبیه. اگه هم بتل پلیرید باز آره، چون که QQ9 که بهترین SMG های بتله و دیگه حرفی لازم نیست درباره دی ال زیلات بزنم. امیدوارم که تجربیات من به دردتون خورده باشه و از این ویدیو لذت برده باشید و همین لایک و ساب یادتون نره.